ای دو بینک به دست، ای صاحب کرسی، ای مفتش، ای شش بدل کارگروش، به یک بیچاره ظلم نکن، به یک آدمی بیگناه برای خاطری تهمت شده او رو ظلم نکن. امروز که تو قدرت داری، این که تو منصب داری، امروز که تو کرسی داری، فالظلم ترجع عقباه الی الندم، ظلم آخرش پشیمانی میبیارد، ظلم آخرش خانه خرابی میبیارد. از ظلم و اذا دام دمر، ظلم وقتی که ادامه کردن گرفت و جامعه را خراب میکند، مملکت کلید میکند، خانه خودی ظالم و ویران میکند. و عیناک تنام عیناک والمظلوم منتبه یدعو علیک و عین الله لم تنمی. تنام عیناک، تو ای ظالم او بیچاره رو میزنی با دمکه با لغت خونشار میکنی، بیهوش میکنی، در کمره میپرتایی، خانت میری، در بالای دیوان خواب میری. تنام عیناک، تو رو خواب میبره در بالای دیوان بعد از این وحشیگری، بعد از این ظلم و بیدادی. والمظلوم منتبه، او بیچاره نالش میکند، دعا میکند، یدعو علیک و عین الله لم تنمی، او در حق تو دعای بد میکند، اما چشمی هست که او رو دیدی ایستاده است، چشمی هست که او رو میبیند، چشمی هست که کمره که او رو پوزن داشته نمیتاند. او دیدی ایستاده است، او دعای او شنیدی ایستاده است، او حال این بندی مظلوم شه با او جراحت های خونالود دیدی ایستاده است. یدعو علیک و عین الله لم تنمی. پروردگار چی میگفت است؟ و عزتی و جلالی یا مظلوم لانصرنک ولو بعد حین. پروردگار میگفت ای بنده مظلوم من، تو صبر کن، قسم به عزت و جلال من خانه این ظالم خراب نکنم. حذر کن ز دودی درونهای ریش، حذر کن ز دودی درونهای ریش، که آه جهان به هم برزند. احتیاط کن ای ظالم، ای بیرحم و یا مانند تو انسان است. وقتی که بادم که او بیگناه میزنی با شط و با شپاتی، تصور که خود در جای او باش. ای زبردستی زیری دست آزار، گرم تا کی بیماند این بازار. تا کی آخر روز از منصب میری، آخر از منصب هم نره، روز مرد تو از این منصب کنار. حقیقت ما حقیقت اگه میزنم شو به لشکیه بچه من کندگی گرفتگه وقت لشکه میکنه میگیره برای چه حقیقت اگه نمیزنه؟ مادرم اولا دست اولا پیزتول شریفو اولا من مادرم جگری من سوخته، من اول میخواستم که داشتیمر فرستن همینجا اشترام نکرد، میدی جگری سوخته من میدی باید فرزند نداشت. خدا بی رئیس یا بودید اوخی بقلش که با فکرم کلونه سکونده میسون دکتر جوابی لیاقت جانم این بچه بازه بخی دستوناتون کدنه که لازی توزا نداشت. بچه مرا بینه دل دوره جان گوش کن این چیه؟ بمی درجه میرم بچه اکا جان این چیه؟ ای جنابی اولی بعد از جنابی اولی انا میخیل وای دارم که من خانم در بند موندگیم به نام الله بزرگ در بالای فهمیدی؟ من دولت نام دادم اصلا نام دادم فهمیدی؟ چی من پول میگفتم؟ مرا جگرم سوخته